السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را مهمانان خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی و دوستداران اسلام و قرآن به این روز مبارک و به این روز عبادت و بندگی خوش آمدید میگویم. از خداوند مهربان این روز با سعادت را برای همه شما و امت اسلام روز شادی و خرسندی، روز بازگشت به سوی خدا و روز فراخی رزق و خوشبختی بگرداند و هر مراد و مقصودی که داشته باشید خدای مهربان شما را به مقصودتان به آرزویتان برساند. الحمدلله که جمعه گذشته محفل مبارک مولد رسول بزرگوار با خوبی با شرکت شما عاشقان محمد و خاندان محمد گذشت و الحمدلله که در آن محفل 10,000 نفره هم زائدتر گوییم بود، کمبودی نشد، کسی شکایتی هم نکرد. الحمدلله به خوبی گذشت و تا سال آینده باز ما و شما را خداوند سلامت دارد که جشن مبارک مولود رسول اکرم یک جای پیشواز گیریم. امروز هم ایشان مولا محمود جان کجا سفری ضروری داشتیان رفتن و التماس کردن که امروز هم شما جمعه را با مردم بخوانید. صحبتی که میخوام امروز با شما کنم درباره جواب دادن به سوالات شما که مکتوب ها چندین وقت بالای میز من خواب بود و که اینها امانت بودن و من نخواستم که هم تو ضایع شوند. بنابر امروز این فرصت استفاده بردم و این امانت خواستم ادا کنم تا اینکه صاحبان این مکتوب که وقت صرف کرده قلم به دست گرفته مکتوب نوشته‌اند خرسند شوند. البته وقتی ما چند قدر گنجاند به مقدار گنجایش با شما انشاءالله صحبت میکنم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و اهل بیته اجمعین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم یا ولی الاسلام والمسلمین ثبتنا علی الاسلام حتی نلقاک. آمین یا رب العالمین. سلام بابا ایشان. سالی که مکتب را ختم می کردم یک جوان خوشرو عاشقم شد. چهرهش به ایمان و با توفیق می نمود. پس از گذشت زمان خود به او عاشق شدم و با وسوسه شیطان با تلفن با او حرف می زدم. پس از ختم مکتب مادرش به خواستگاری آمد. در این بین مادرم با یک جوان قاری قرآن گپ زنان کرد که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یک حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. بعد یک چند ماه با دوست داشته خود توی شدم. از روز اول زندگی من خوب نبود. خویشاوندانشان که برای قواقی بودنم دوست نداشتنم. مادرش هم
آنقدر دوستم نداشت. تربیه من از او خیلی فرق میکرد. بعد 1 سال زندگیمان فهمیدم که شوهرم نشأمند است و به تقدیر تن داد زندگی را ادامه دادم. فرزنددار شدم. زندگیم دیگر خوب نشد. برعکس شوهرم تهمت میکردگی شد که با مرد خیانت کردم. پس از چند ماه مادرش هم به این تهمت ها شریک شد. از شنیدن این گونه سخنها در غضب آمدم و به اجازت شوهر به خانه پدر رفتم و جدا شدم. خب اما شوهرم طلاقم را نداد. به امید به خارجه رفتیم که زندگی من خوب شود. 2 فرزندم تولد یافت، اما هیچ دیگرگونی نیست. روز تا روز شوهرم و خانگیاشان در نظرم بد شدیان. بعضا فکر میکنم که به کدام خاطر با او زندگی میکنم. حتی نماز نمیخواند. در شب قدر شب زنده‌داری کردم و از پروردگار مهربان دعای از شوهر جدا شدن کردم. بابایشان مصلحت دید که چیکار کنم. من به خاطر فرزندانم زندگی کنم یا نه؟ انتظار جواب شما هستم. با احترام خواهر شما. خواهر عزیز انشاءالله صبر کن. به خاطر فرزندان زندگی خود ادامه دادن گیر. وظیفه شما زنها مهربانی کردن است، نوازش کردن است، با خوبی و ملایمتی فهماندن است. شما میتونید اگر استادگیری کنید، اگر شوهرتان خوب احترام کنید، او هم خوب شود و زندگیتان انشاءالله آینده خوب می شود. من به شما میگویم که اگر در آزار شوهرتان خواه تهمت میکند، خواه خوشامدتان تهمت میکند، شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. زیرا در روایت امام غزالی میگوید هر خانم در آزار شوهرش صبر کند، خداوند برای او ثواب حضرت آسیه همسر فرعون نصیب میگرداند. بنابراین مشورت من برای شما جدا شدن نیست. زیرا زنهایی که از شوهراشان جدا میشوند امروز خیلی زیادند. شوهر نمییابند، باز خاری و زاری و باز محتاجی. بنابراین شوهری دیگر هم کنی او فرزندای تو را دوست نمیدارد. بنابراین خواهش ما، نصیحت ما برای شما این است که شوهرت زندگی کن و اخلاق خوب کن، خوب چهره کشاده داشته باشی، مهربانی و نوازشش کن. خوب وقتی که نماز نمیخواند با ملایمی فهمانش، انشاءالله روز مسلمان باشد نماز میخواند. اما من جدا شدن شما در خواهر راضی نیستم که بعد پشیمان میشی، فایدت نمیکند. خب انشاءالله آینده خوب میشد. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. امروز شاید وزبینی ها داری، ناراحتی ها داری، لیکن صبر کن، آهسته آهسته خوب میشد. با خرسند میشین. بابا ایشان شکر به حضرت پروردگار میکنم که همچون شما پیشوای با تقوا داریم. خداوند شما را و اهل بیت شما را از بلاهای زمین و آسمانی و از چشم دشمنان نگه دارد. من یک نفر استقامت کننده شهر دوشنبه هستم. نامم حبیب الله. مدت 9 سال است که با امر تقدیر در شهر اولیانوسک روسیه در زندان هستم. باید مرا در ماه مارس جواب میدادند، ولی افسوس که این برای من میسر نشد. من شکر خدا را میکنم که این 9 سال را بیهوده نگذرانیدم. در این مدت قرآن بزرگ را با پررگی از خود کردم و چند نفر از مسلمانان این زندان از من تعلیم قرآن میگیرند. ما مسلمانان این زندان که از هر ملت و قومیم یک جایه الحمدلله نماز میخوانیم و آنها به من اقتدا میکنند، ولی نمازها را وقتی میخوانیم. بابایشان بعضی ها میگویند که در غریبی نماز قصر باید خواند. آیا این نماز ما درست است یا نه؟ جوابش را به صبرانه انتظاریم. بابایشان ما شما را بسیار دوست می‌داریم و موعظه های شما را بسیار گوش میکنیم که برای ما
روحی تازه می بخشد. ولی افسوس که از دیدار شما و از دیدار و یار و برادر و زن و فرزندان خود دور هستیم. و بایشان مادری پیر هم دارم که غم دور بودن من او را بسیار ضعیف و ناتوان کرده است. شنیدم که او بیمار است. چشم برای من انتظاری میکشد. خواهش دارم در روز جمعه مبارک از منبر پیغمبر بزرگوار در حق من و برادران من دعا کنید که یک بار دیگر چهره گرم مادرم را ببینم و دستان نرمش را بمالم و سرم را در پیش پایش گذارم. با آرزوی احترام یک نفر مخلص شما از زندان، حبیب الله. دادر عزیز، اولا دعا میکنم خداوند شما را و همه زندانیان را، چی در غریبی ها هستید چی در داخل جمهوری ما هستید، از زندان خلاصتان گرداند و به نزد فرزندان عزیز و خاندانتان برساند. و دعا میکنم خداوند این مادری بیمار شما را شفای کامل تیاد و اگر مهلتش باقی باشد شما را به دیدار او رسانیدن نصیب بسازد. دادر عزیز، وقتی که شما در غریبی هستید، خوب 9 سال که جزای برآوردی حکومت برای شماست، شما در زندان آنجا می توانید وقتی که نیت اقامت کرده باشید، این معنی که ما همینجا 9 سال می ایستیم یا 8 سال می ایستیم تا وقتی خدا خواسته باشد گفته، نیت کرده باشید اگر شما می توانید نمازاتان همش وقتی خوانید، زیرا شما مسافر حساب نمیشید وقتی که مدت شما معلوم است، وقتی که شما نیت اقامت کنید. هر شخص غریب هم در کجایی که باشد از 15 روز اگر زائد می ایستادگی باشد نیت اقامت کند. نیت اقامت همین که من همینجا 1 ماه می ایستم، می تواند اون نمازاش وقتی خواند. بنابر نمازهای شما درست است تا وقتی که آزاد شدن خواندن گیر. انشاءالله که آزاد شدی، خانه که قصد بازگشتن کردی، در راه بعد از آن قصر می خوانی. خداوند نجات یا دادر عزیز حبیب الله خان، خدا سلامت باشی. انشاءالله فایده کردی، قرآن حفظ کردی، باز انشاءالله خرسندی ها در پیش است. بابایشان پیشوای دین مبین اسلام، خداوند شما را همه وقت در پناه اسمتش نگه دارد. و از شما خواهش میکنم که به یک سوالی که ما را امروز به تشویش آورده است التماس همین جمعه جوابش را گویید. کسلی داریم که او بسیار غمگین است. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش میتواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر میتواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. دادر عزیز، خداوند همه بیمارا را شفا دهد و از جمله بیماری شما را هم که کسلی وزنینی ناراحت کننده است گفتید. خدا قادر است، اگر مهلتش بود شده باشد خداوند آسانش کرده و شما هم راحت یابید. او هم اگر مهلتش باقی باشد خداوند تو قادر و توانایی، چگونه حضرت ایوب بعد از بیماری طولانی وزنین شفا دادی، اینها را هم شفای کامل نصیب گردان. درباره مادری که بیمار شود و دختر نداشته باشد، شوهر نداشته باشد، پسرانش می توانند او را آب بازی درارند. البته اگر رفت و امکانیت داشته باشد یگان زن همسایه را قرار کنند یا یگان خواهر شفقت قرار کنند، او را شستشو کند، حمام کند، می شود، خوب می شود. لیکن اگر رفت و هیچ کس نباشد، بعد از آن شما یک لباس پوشانید از ناف تا زانوش محکم کنید، بعد از آن لباس روش شویتان باکی ندارد. یا که مثلا پدرم همچین است، به شرطی که از ناف تا زانوشو یک ازار سفید پوشانید یا یکان ادیال پرتایید، بعد از آن آب رفته. امروز دستکای ریزینی هم هست، دستکار دستان ده اندازید، بعد از آن بدناش شوید می شود. اما
زیر ناف او را گرفتن حاجت ندارد شد. او برای آدم صحت است، او تکلیف سنت است گرفتن زیر موی زیر ناف یا موی زیر کش، این برای یک آدم صحت است. اما برای کسی که خودش این امکانیت ندارد، ضرورت ندارد که این کار کسی دیگر انجام دهد. اگرچه حضرت دام الله محمدی خدا رحمتشان کنه، خدا نگهشان داره، اجازت داد یعنی که پسر میتونه پدر سنتی کند، لیکن این امر یک چیز ضرورت ندارد این که کردنش. او میستد برای و خدا مؤاخذه نمی کند. پروردگار تکلیفات بندگی را برای هر کدام ما به قدر طاقت منبار کرده است. خب وقتی که ما طاقتی همون کار که نداریم، مثل که در وقتی کسلی طهارت ساقط میشه تیمم میکنیم، او هم ساقط میشه باقی نداره. اما شستشو کنیتان، حمام کنیتان که و هر آدم خبرگیری میبیاد. او اگر هر هفته یک بار دو بار او رو شستشو نکنید، بو میکند، آدم ها میدارن سبب نفرتشان میشود، سبب گپ شنوی شما میشود. بنابراین هر با هفته دو بار بیماراتان شستشو کنیتان بچه های خوش رو. بابایشان مؤذن مسجد با عائله‌اش میتواند در مسجد در خانه علاهده زندگی کند؟ التماس جوابش را بگردانید، خدا شما را نگه. آره میتواند. امام مسجد، مؤذن مسجد اگر رفت و حولی نداشته باشند، در مسافرت باشند، براشان متولی مسجد یا مردم یک حجره جدا کنندی‌اند از حجره های وقفی مسجد، میتونه در اونجا زندگی کند، میتونه از چراغش استفاده برد، حق دارد. اینه در کتاب وقفم انا محمود الفتاواد هم هست، میتونن مراجعت کنند. بابایشان من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد و از شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادری از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتند یخرب الکعبه ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاه خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من دیدی استاد است که یک غشتاش میکنه. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وای جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی قرب قیامت، نزدیک قیامت میشه که تا یک موحد، یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمی شود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفتن اون وقت قائم و برپا میکنند. شاید هم وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جای تشویشش هم نیست. یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کردن، از سر سازش کردن. با در زبان عبدالله ابن زبیر از سر کردن، شب و حجاج بدبخت ایسرش کرد. خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمی کند، ویران کردن و یگان عقیدی ما را هم ویران نمی کند، باقی ندارد. امروز مسلمان های ما به جای خانه کعبه را ویران شد تشویش نشوند، از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که باید خاموش میشن، چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه بری و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترم تر، آوازتان نمیبرد. برای یک خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف. چی جای اختلاف هستیم؟ میشه ودین
لیکن این قیامت نزدیک می شود بشن. اگر همین روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیسته که پشتی گیرید دیدم پر همتون، لیکن در فتنه انداختن با بلا. السلام علیکم ایشان نورالدین جان، من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهری نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما. زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدر من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برارت یاد. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان و پدر بزرگوارتان نگه دارد، دو سفرش مبارک کند، رزقش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نورالدین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد میتواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد، قاش کشید این وای، میتواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد، رواش کریم غفص بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنن، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنن، طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد. آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنن، بعد از آن روحاشان چیزی که میکنن کنن و نماز خوانن باقی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم میشه رد المختار دن بارها من در این باب، اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باقی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبایی دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر ما عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باقی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس‌ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن، یعنی اوش این بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذابش میتید. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت و خشتباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروانه کرده باشید، تماشابین ها هوس میکنند، چند آرزو میکنند دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره. پوچاق پیسته و پیازی که در
علاو پرتوفتی باید ترس میمره علاو برای همین نه پرتوی خوب ترش یا جا جمع کنه بردی چه خرید پرتویتان. لیکن با که نداره سوختنش هم نه اوبال است نه زیاد. اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. این هم در حق من دعا کنید بابایشان من حافظ قرآن شوم. با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تیدو. باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابایشان جان به سوال من جواب گویید کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه اینها جایز است. مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد. هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان. اینا جای. اما بازی هایی که برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص، مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند. از اینا خداتان. یا مثل من کامپیوترات میره میشه ساعت های طولانی زدن میگیری یک هفته مد، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه بچم هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه شما گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد. یک سال و 2 سال قضاییش که خواند شد به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد. این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند. اما شام و ویتر چه خیلی کس هم تو خواند. دیگه قضایی هر قدر که خواند به گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خواند، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکرده، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما را مؤاخذه سخت میکنه. از این سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لا اقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیریتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه. زیرا که رسول اکرم گفتند روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل ده میگذرد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیدهد شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند.
تیمم کنند نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد آب شیرگرم حتما با آب طهارت کنند میشن. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای نشین طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگرچه سالهای طولانی هم باشد مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من این وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی ها اونجا شرایط آبی گرم کردن ندارن، آبی خنک استفاده برن. البته کسل میشه معلوم استین می شود تیمم کنن نمازاشان خوانند، اما وقتی آبی گرم یافتن طهارت کنن. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنن دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، یعنی دیوانه میگیم ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خیل مکلف نیستند. اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند، زیرا اونها ده نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله را دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردند اونها را ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارن. اخیر کلمه تکلیف از بالا اینها کشاد، برداشتگی است. رفع القلم عن 3. خدا میگه، پیغمبر خدا میگه کلمه تکلیف از 3 گروه انسان ها برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زنش 100 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده. اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشن نه زنش طلاق میشود. دوم رسول اکرم گفتند از کودک نابالغ کلمه تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه، یعنی سن بلوغ. مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 است، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگاهی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ، وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب او بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از اون لحظه او بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش هر روز عمرش ده جواب میتید، هر ساعت عمرش ده جواب میتید، هر منوت عمرش ده جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتن و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود کلمه تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بنابراین در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند، این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است. پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادند که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند
خداوند از در آمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این ورد کند آیت الکرسی خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم. خوب حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره، فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، یک بار لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه مثل که ما میخوانیم. علی قاری هم اجازه دادگی هستن در سنت ها رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خب اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیریم. چون آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم. حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن بنابرای خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من، شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر به یادم باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم. چند نوار فرسا رو پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم. فضیلتاش هم بشه اونجا من گفتگی هستم. بابایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام منم میکائیل گذاشتیم، میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابرای بچه های عزیز خواهش میکنم شما مکتب ده نقص خونید. این که از برادر خطش خوانده نمیتونم، آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونید با آزار میابید. همچنان اگر میکائیل باشد نام میکائیل درست است، زیرا که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرائیل و میکائیل از جمله ملائکه های مقربند، بنابراین او رو تغییر دادنش هیچ حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابراین درست است، او رو تغییر نمیتیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نامهایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نامها رو برگذاشت. خوب لیکن معناش درست است، با که ندارد که گذاشته زران نداره بچم. اگر میرکائیل باشد میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره. میرکائیل خیلی میرکامل باشه، میرکامل باشه این شم یا معنا دارد. یکان کامل میر گذاشتی که خیلی حمام اول میشی، تا هم یکی در خوالین میر میشی، بیشتر خوالین ده میری خوالین بداخی. بچی خوب خدا نصیبت کنه. بابایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و یک شوهر دارم. مردی می باشد که خدا بخبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه می شود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه. خداوند این خواهر امرا با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مردی خوب بوای و کمال رسانه، مثل پدرشان باریم فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که
اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز روزه براشان نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است. اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است، نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنه. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدیش زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نمازخوان میشود. خوب که نمازخوان نشد، او فردا در دوزخ میسوزد. شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشی. بابایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود. کسی که گفت من از اسلام بیزارم، من مسلمانی را نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. بعد المختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم تن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بعد این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب او چسکوای شده است، یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگن، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مرا جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکنند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپار در پیشگاه با عظمت خدا قدرت و تواناییش ببینه یه پانی را چی تو کرد. در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل عائله‌مان مرا به چلیاسین رفتن نمیمونند، خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تاثیر میکند. بابا جان من چلیاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بچم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چلیاسین رفتن. چلیاسین نه سنت است نه واجب است نه چی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند، لیکن اگر پدر و مادر اجازت یا ضرر نداره رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن ثواب میگیری انشالله. لیکن برای چلیاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی سوره حرام است این و پولش. بابا جان لباس را شویند پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون، این کس اون بچی خردسال پای گفته، یعنی داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود، زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثر بچه ها خواندگی هستند.
یا من لباس تان خون رسید، البته خونم تا به آینده تر نکنین نمی رود، شویتان داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست است نماز خانم بگو. بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص، در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم. آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشوی، دستات هم میشوی، دهنت هم میشوی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو رو خیال میگیرن که همین رو میشه دستا خلاص پاشان نمیشتین. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده هم بادش هم که میبره آمده یه هفته آب کنیش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میخونی. اگر پا رو ناشته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شنی پا فرض است دادر عزیز. ای بچهای خوشرو هم اصل این طهارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشان، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکند. بنابر کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوشان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب می شود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابراین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسهاتان ده همیشه گیرید، وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید دو راستا هم که باشه ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد دانید که پگه عذاب سختی قبر در رو پرو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشای اینا نیست و کمری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه‌های خوش رو احتیاط کنید در این باب. بابا جان من نمازم را خواندم، به خانه آمدم دیدم که پیشابم برآمده است، نماز از سر خوانم؟ آره از سر خوانم چه وای نماز درست نشید. مادرم نمازهاش شیشته میخواند، اگر راستا خواند در وقت رکوع سرش درد میکند، دولینش بلند میشود. چی تو خواند؟ شیشتگی خانه ضرر نداره، اشاره کنه، اشاره سجده شه رکوعش اشاره کنه. زنی که حامله دار است نماز راستا خوانده نمیتواند، شیشته خواند یا نه؟ خوب وقتی که راستا امکانیت نداشته باشد راستا نیت کنه دو به شیشتگی خواند، اما نیت راستا کنه، زیرا که نیت قیام فرض است در نمازهای فرض. بابا جان نماز پیشین را عصر گفته نیت کنم میشود یا نه؟ خوب وقتی نماز پیشین مسجد آمده شما میدانی که نماز پیشین، اما وقتی نیت کردن زبان تانده نیت کردن 4 رکعت فرض عصر آمد نماز درست میشه. وقتی که میدانی که فرض این وقت میگی خواه عصر میگی خواه دیگر این باکی نداره دین. بنابر در نماز تعیین نام نماز گفتن شرط نیست نیت از زن من. اصل نیت به دل است. شما راستا بالای جای نماز ایستاده به قلبتان به دلتان متوجه به سوی پروردگار شوی که خدای عبادتی که الان برای من فرض کردی اداش میکنم، همین خودش نیت است. اما به زبان گویی نیت کردن فرض نماز این وقت خواه پیشینه خواه عصر رو آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه خالصا لایتان الله اکبر گویی.
بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نداده کسی شر نیست این گپ رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تای خواه تقایی تای خواه همسایی تای شدم میگرد و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچه خوب بودن، طالب علم بودن، نه طالب علم ها تامالله میشن که خونیجگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه، اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سبب آزار همون سگ میشد، دیگه سگا میخواین میکنن از میشد شاید به خاطر همین کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. این بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوست. چی خوب. او این مار از کجا که براد کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاة. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش و یا سنگی دست ریزن، وقتی که کشتی خاطر جمع بشه به حضور درو کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن است. مار و کژدم رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندیش تا که یک مار یا کژدم پیدا شد در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تزنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نماز تا. خب این بچه خوب بوده، یگم چند این 16 سوال نوشته این همین وقتی ما رو تا شب هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم، چون خون که بنواد طهارت میشه کنه با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال، این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کرده دستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. چند هر مخلوق خداوند برای یک چیز آفریده است، هر خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبراد میره درونی پالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است. او هیچ کراهت ندارد. بچه خوبه. پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو، ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه؟ نه جمعه درو، گپی اونها را نگی. پدر و مادر اگر فرزند فتوا ده میگوید گوید که مسجد نرو، نماز ده نرو، یا شام خفتن است شب نرو، من گپش اطاعت نکنه رو میگه. اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانن، بعد از دست پیشیناشان به خانهاشان بخوانم چند. اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان نمازاشان جمعه رو گوش کنند صحبت شنوند. اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست، زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است. اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست. اطاعت هیچ کس واجب نیست، نه اینکه پدر و مادر. بابا جان کمپیرها میگویند که موسور
موصل را با خاکستر در یک جایگی نپرتاب که او بالای شادی و غم یک جایی میشه و خیلی ضرر نداره. شادی و غم هم از جانب خدا هست. این گپای کمپیرکای ما. بچی خوشرود وقتی تو ملا بچی گپ کمپیرکا رو نگیرخین. موسورا رو در یک لینچه جمع کن بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود. اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیراسیو این کمپیرای خدا زده که بجای وقت بیان که بچه موسورا رو در آب نپرتا او بالای این درسته. امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتند، در کانال میپرتند. این در لعنت خدا گرفتار میشن. هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همون آب مردم میخورد. کسی که همون موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه. خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته. آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است، از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد. بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، همسایه ها، کسانی که در لب کانال زندگی میکنه، اگر موسورهاتان پس مونده هاتان در آب پرتاید، لعنت خدا بر شما، لعنت پیغمبر بر شما، لعنت ملائکه ها بر شما، لعنت همه نمازخانه بر شماست. آخر این انصاف هم نیست. این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناشان میگن که بچه من موسور در آب نپرتا، اوبال است. این اوبال است. بنابر بچه های عزیز خاندانتان تاکید کنه اینا رو داون چکری کنه، حولیاتان در چکری پرتای یک روز میپوسد ثانی زمیناتان برآورده با پند میکنه، یا لینچه ها دانتان گیرید یک جایی که چکری نادرکار است، همه دو اما در آبی که می نوشم. من همه کانال پیشخانی ما ده، حتی بعضی ها میگوین که ما رودو اشکمبی گوسفند دیدیم که وای کانال همه از پایان آب میخوره. آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمین و دامن عظمی افلاسی میشود. آخر سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود. اگرچه شریعت و آب حرام حکم نمیکند، لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت. پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدا زده بود، دورای شوروی ده میگشت همونا رو یک جریمه پریمه میانداخت. آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده، نه اینها ده قانون برارای اما اونها رو طرفداری کنیم، تعریفشان کنیم. بنابر رئیسای محله بشم اینا رو سخت گیرتان. بابا جان در سر زمین باشیم به جای نماز خانیم رخصت است یا نه؟ آره رخصت است. در سر زمین خودش پاکیزه است، نماز خانه بچن بالاش ده جایز است نماز خواندن. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. پیغمبر بزرگواری ما بالای جای نماز ده نماز نخوانده رفتن. اصحاب پیغمبر فقط در بالای ریگ سجده میکردن. بابا جان در کتاب تاریخ عمومی گفته است که پیغمبرمان در سال 570 تولد شده است و در سال 62 وفات کرده، 632. آیا راست است؟ خوب اختلاف است. 570 بعضیا میگویند، بعضیا 571 میگویند. به هر حال ما همین خشم میدانیم که رسول اکرم روز دوشنبه در 12 ربیع الاول یا اینکه 9 ربیع الاول در سال عام الفیل در مکه مکرمه تولد شدند. خوب اکنون بعضی مورخا این بسانه حساب کردن به میلادی گرداندیان 20 اپریل یا 21 اپریل سال 570. بعضی مورخا 570 میگن آخرش، بعضیا 571 میگن. من امام ابوالحسن الندوی سال 571 میگوید. من این صاحب رحل المختوم و دیگرها 571 میگن. به هر حال این چیزی مهم نیست. از این خدا پیغمبر شما را نمیپرسد دادر عزیز که پیغمبر من کدام سال تولد شد. این ضرورت ندارد. خوب است مورخا شاید سالش ده ماهش اختلاف کنه، این ضرور نیست. این اثبات ما خودمان بارها من صحبت کردم چگونه که رحیق المختوم صاحبش میگوید 571. او بار دیگر
کدام وقتی 70 هم من گفتگی هستم ماه اپریل سال 70. یعنی این قول صاحب فقه سیری، این نامش خاطر به فراموش خاطرش دارم، حسن ابوالحسن ندوی است. به هر حال رسول اکرم در فصل بهار در 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول در روز دوشنبه به دنیا آمدن. فصل بهار بود. برای آن عزیزان میگم پیغمبر خدا در بهار تولد شد که چگونه بهار زنده کنندی زمین های مرده است با برآمدن سبزه ها و گل های تر و تازه، محمد هم تولدش زنده کننده دل های مرده به نور ایمان و قرآن شد. بنابر رابطه هست بین این. پیغمبر بزرگوار ما 63 سال عمر دیدن. در قرآن کلمه آب 63 بار ذکر شده است. مثل که آب سبب حیات در روی زمین است، بعثت پیغمبر بزرگوار ما هم سبب حیاتی جاودانی برای پیرواش است در روی زمین. خلاصه همین است. خب برادر ما بابا جان بچه دار شده است، نامش کشاورز مانی می شود. کمپیران میگویند این نام در کودک وزبینی میکند. او کمپیر نامقبول کرده. کشاورز میمونی، دهقان میمونی، کاری تو موندن میشم. لیکن نگفتم که بهترین رسول اکرم نام عبدالله گفتن، عبدالوهاب گفتن، عبداللطیف گفتن. خوب وقتی که اگر رفت و همون نام برای شما معقول باشد، با که نداره کشاورز معنای دهقان. خداوند آدم خوب و دهقان و ثروتمند شود. بابا جان به این سوال من جواب گویید. بعد نماز عصر و پیش از نماز شام قرآن خوانیم درست است یا نه؟ آره درست است. کی که میخوانی خواندن میشم قرآن تکرار کن. شخصی بیگانه را آتخان و عکخان گفتن درست است یا نه؟ نه درست نیست میشم. در شریعت عکخان و آتخان و آچخان نیست. این خیلی گپو. اگر شیرخوره باشد عمکی گفتن درست است. خوب می شود. مثلا شما از یک مادر شیر خوردید، او بیگانه است، شوهر او برای شما حکم پدر دارد، برادری همون شوهر شما در حکم عمکی را دارد، این ضرر ندارد. زیرا که شیرخوره هم مثلی نسبی حساب است. یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. رسول اکرم تا. اما یک آدمی بیگانه را عکخان من گویی، حالا بعضی خواهرها هم تا هستند، یا یک آدمی دیگر آتخان گویی، آچخان، و اینا درست نیست. میشه ورو نکاحش درست است. مثلا یک خواهر یا بچه را عکخان میگیرد، اگر هفته نکاح کنی یا دیگر چون گیرن نکاحشان درست است. یا یک کس آتخان میگیرد، اگر هفته همون نکاح کرده به نکاح مسلمان نکاحش درست است. این در اسلام نیست. آتخان و بچه خان و مادر خان این گپا نیست در اسلام. خوب همچون کلانسال احترامش کن، ضرورت نداره آتخان گفتن و عکخان گفتن. بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین جایی که قطعی زنت آبازی کنی حمام در آمدی، هوای خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چاگوی خواندن شرط نیست بچم. نویت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدانه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیتی آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم، همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آبازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیته میشم. کمپیر قصید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سرت آبریز آمدن گیر. ها بچه خوش رو. در حالتی تنها بودن جنابت شد، نیتی غسل را خوانیم یا نخوانیم؟ کاری تو میخوانیم بخیلی خواندن گیر. بچه ساده بود این. همین سوال اولنگی فهمیدی که اکوش چیه چم. بابا جان ما یک گروه مخلصان دائمی شما هستیم از شهر دوشنبه. ما شنیدیم که این جمعه آخرین جمعه شماست، گویا شما بیمار شدید و دیگر برآمد نمی کنید. آیا این حقیقت دارد؟ البته این وقتا باز فشاری از کجا خداوند برای ما اینم نصیب کرده بوده، شکر پروردگار. گاه فشارم بلند میشد، عصبی میشم. از این خاطر در زبان کلماتی در کاری نمی بیاد.
برای مولا محمود جان اکثر وقت میبرایند. دیگه حوصله‌ام هم گرفته است و به همین حکومت دارا جنگ جنجال هم حوصله‌ام گرفته. دیگر بابایشان ما هم صنفان داریم که در یک صنف میخوانیم اما بعضش نماز نمیخوانند. آیا ما با اونها دوستی کنیم؟ البته ضرر ندارد، نماز هم که نخوانند شما با اونها رفیقیتان کنید، دوستیتان کنید، لیکن به شرطی که اونها رو ملایم نصیحت کنید. زیرا دوست همون دوست است که دوست از راهی بد میگرداند. دوست همون دوست است که چیزی که برای خودش دوست می‌دارد برای دوستش هم رو دوست می‌دارد. مثلا شما می‌خواهید که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان هم از این خلاص کنید با نصیحت کردن. خوب یک بار دو بار گفتی نگرفت، قرین نشو، ادامه دادن گیره دوستیتان جورگیتان ملایم. لیکن اگر رفت و دوستی باشد که شما را به راه بد دعوت میکردگی باشد، به پیراز کشی، به نشه کشی، به ناز کشی دعوت میکردگی باشد یا به زنک بازی، از اینها دوستی رو بریتان، با اونها دوستی نکنی میشن. بابا جان نام من دلشاد است و نام رفیق هم ابوبکر و نصرت الله و من میگویم که نام دلشاد کتابی هست یا نه؟ اگر نباشد خواهش میکنم به من نام دیگر پیشنهاد کنید. بابا جان در دست من کلمه الله برآمده است و بعد این نماز به شما نشان دهم یا نه؟ نداده. از این حاجان اسکلر من بسیار دیدم، هر یک سال پیشتر قریب هر هفته این چیزا می آمد نزد من. الله نوشتگی در پاش و در دستش و در پیشانیش، این با که نداره آشته است اون نابود میشه میره. اما برای شما میگن که نام هاتون همش نام خوب است. ابوبکر هم، نصرت الله هم، دلشاد هم نام خوب است. خداوند همیشه شما را شاد و خرسند دارد. این نام عوض کردنش حاجت نیست. خوبه که وقتی ما هم تمام شده بود است از یک گذشت اینجا باز مکتوبای دیگری آمده است. خدا خیر من دستی مولا محمود میتیم با شما ده خدا خیر جمعه دیگه خوانده میتید در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. اولا از خداوند مهربان دعا میکنم که جوانایی که مکتوب ها را برای ما ارسال کردند فرستادند، خداوند ثواب طالب علمی را برایشان نصیب کند و برای شما شنوندگان عزیز ثواب سامعی و شنوندگی را نصیب گرداند و برای ما باشد ثواب کتاب بینی و داعیگی را نصیب گرداند. پروردگارا به حرمت اسماء حسنات بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان، به فرزنداشان و فرزند صالح نصیب گردان، مسافراشان و جوانایی که الان در بیرون از ما التماس دعا کردن برای سفر کاریشان، خدایا اینها را در مسافرت ها سلامت دار و سفرشان به خطر گردان، رزقاشان فراخ گردان و بعد از انجام سفر سالم و غانم به خاندانشان بازگردان. اللهم انت الصاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل والمال، استودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. یک دادر عزیز مخلص هم هست برای ما، هم مرید است و هم خدمتگار اسلام است. رجب علی مولا فیض الله را پسرشان در مسکو یگان ناراحتی بالاشان آمدن التماس کردن که براشان دعا کنیم خداوند رجب علی دادر ما را همراه با برادراش و پدر و مادرش خاندانش از آفتان نگه دار. خدای این تشویشی که بالاش آمده است من نمیدانم چی است، تو میدانی، براشان آسان گردان و اگر ناراحتی باشد خداوند از بالاشان دفع گردان. پروردگارا دیگر جوانایی که در دور از وطن هستند اونها را همشان سلامت بدار و زندانیاشان از زندانها خلاص گردان و قرضدارهاشان از قرض رها گردان. و این چنین دیروز جوانی آمده بود از نام اکرام، همسایه ما که این قشلاقی پایان زندگی میکند، براش التماس خداوند اکرام جانم همراه فرزنداش در مسافرت ها سلامت دار و رزقاشان خوب کن. این قضای الهی است. وقتی که ماه مارس اپریل شد جوانای ما مثل پرنده هایی که تیر ماه به جای گرم میروند و زمستان به جای گرم، باز تابستان به جای سلخین، باز وطن دویمشان که رسیه شده است روان هستند. خداوند حکومت دارای رسیه را هم انصاف اتیاد که این جوانای ما را، این مردم عزیز ما را، هم وطنان ما را آزار نتیند. با شنیدم که حکومتی رسیه هم بعضی دپوتاتاش پیشنهاد کرده بودند که باید ویزه شود بین حکومتی روسیه و تاجیکستان. خداوند این نشود و الا
برای شما جوانا خیلی مشکل میشد، زیرا امروز قریب اکثر مردم تاجیکستان ما زندگیشان از حساب رسی است. اکثر شمار خاندانشان تأمیناتشان از حساب رسی است. بنابراین خداوند انصافشان تیدو این قرار قبول نکنن و با شما معامله خوب کنن. خداوند حکومتداراش هم انصاف و توفیق کرد. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بآثار الأنوار وزين أرواح المشتاقين بزينة الأفكار وشرح صدور المحبين بالمعارف والأسرار ووعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار وأوعد على الظالمين بعذاب النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الأخيار وعلى الإمامين الهمامين بالبلاء صابرين وبالقضاء راضيين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس الدنيا دار ليس لها مدار ومحل ليس لها قرار فبادروا بالتوبة والاستغفار واشتغلوا بالطاعات والأذكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
توفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن، ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا جبار يا ذا البطش الشديد، دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام والمسلمين فسلط عليه سيف انتقامك. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. خدایا این بندگانت خصوصا این جوانای زیبا که به خاطر ادای نماز جمعه و به خاطر شنیدن سخن حق از راههای دور و نزدیک در این روز هوای سرد و خنک بالای زمین سرد و خنک نشستیان و رو به سوی تو دارند و چشم امید به درگاه با عظمتی تو دارند. خدایا هر مراد و مقصود که داشته باشند و مقصودشان رسان. خدایا خواننده هاشان در خوانشاشان موفقیت نصیب گردان. کارگران و تاجراشان در کسب و کارشان خداوندا برکت عطا فرما. خدایا جمهوری ما را از آفتایی که امروز دنیا مبتلای آن شده است از سبب کثافتی گناهی زیادشان، خدایا جمهوری ما را از این آفتان نگه دار. آمین یا رب العالمین. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله و اقیموا الصلاة. همیشه با یاد خدا باشه. شما را خداوند به رحمتش یاد میکنه و از گناههای کردگی که مبادا صادر شود زود پشیمانی کنه. خداوند گناه هر قدر بزرگ باشد میبخشد. تا جمعه آینده همه شما را به خدا می سپارم و انشاءالله جمعه های آینده باز ایشان مولا محمود جان با شما صحبت میکنم.